بسم الله الرحمن الرحیم. من حسن ظریف صادقیانم، کارگر کارخانه نخلسی که در کارخانه نخلسی کار میکردم. سال 1337 که او زمان دکتر و بیمه و اینا کم بود، من سر کار دلدرد شدم. آقای دکتر رادپور که پدر همین آقای دکتر رادپور الان هست، ایشان می آمدن کارخانه، 1 ساعت بیشتر کمتر مریضا رو نگاه میکردن، سرپایی دارو میدادن. من رفتم پهلوش، ایشان گفتم که دلم درد میکنه. خب ایشان فکر دیگه ای کرد، داروی چیز دیگه ای داد به من از فردای اون روز حالم خراب شد. با کمک مادرم به بیمارستان امام رضا منتقل شدم. مدت 5 ماه و خورده بعد بیمارستان بستری بودم. روز به روز حالم بدتر شد. چند روزی تو اتاقی که 8 تا تخت 10 تا تخت بود، بعد آوردنم تو اتاقی که 1 تخت بود، دیگه خودم بودم و خودم. بعد هر روزم حالم بدتر می شد، از بس آمپورای او زمان سرما به بدن زدم، دیگه بدنم جای سالمی نداشت. بعد همش گریه می کردم، امام رضا مورد شفا بده، اگر مورد شفا بدی میام 2 تومن مندزون تو سرت، اگه نه که میرم به خواهرت معصومه شکایت میکنم. این خیلی گفتم، نمیدونم چقدر، مدت زیاد بود، چیز دیگه هم یاد نداشتم. همش میگفتم امام رضا مورد شفا بده، میام 2 تومن منزن تو زرت، اگر شفا هم ندی میرم به خواهرت معصومه شکایت میکنم. زمان گذشت، مدت چند ماه 5 ماه تو بیمارستان. بعد یک روز در اتاق باز کردم، چند تا پزشک آمدن نشستن، دور تختم گرفتن. یکی نگاه کرد و یکی، من نمیدونم به چه حسابی بهش گفتم آی دکتر ما میخوام بمیرم، اگه من میخوام بمیرم منو به خانه‌مون ببرین بمیرم، اینجا نمیرم. اینا گفتن کی گفته میخوای بمیری؟ گفتم نمیدونم. چند سالتون بود آنجا؟ چند سالتون بود؟ من 1319 ام، 37 یه اتفاق رخ داده. 18 سال. بعد رفتن بیرون، اینا پرستار آمد، تختم مثلا اینجوری بود، اینجوری رو به قبله کردن. گفتن دکتر گفته باغ رو ببینی، ولی نه. چند دقیقه بعدش تمام کردم، روح از بدن خارج شد. آمدن بستن تو قدیفه و پاهام بستن، چشمام بستن و روحم محلق مونده بود، نرفت و جایی که باید بره. حضرت آیت الله میلانی فرمودن چون خدا میدونسته که باید به توسط حجتش ورگرده، روح معلق مونده بوده. هر کاری نامه کردن من میدیدم، میگفتم نکنن اینجور، برچی منو میبندن، برچی رو بالانکا گذاشتم بردنم تو سردخانه امام رضا رو سکو. او زمان یخ نرم میکردن، چند قالب یخ هم نرم کردن ریختن بالا. میگفتم چرا این کار من، کسی خب صده مور نمیفهمید. بعد از این را به توسط یک شخصی بود به نام آقای نایبی دم در بیمارستان امام رضا، اونجا به حساب سرپرست بود، با خانوادم شناس بودن، به توسط او خبر داده شد به خانوادم. ما هم ادگام نشستیم کوچه دروازه نو. بعد او زمانم که خب مثل حالا تلفن و آمبولانس اینا که نبود، از خانه کسی که موت در مشهدی ها دیگه همه به نظر یادشان قدیمی ها، من رفتن یک تابوت می آوردن پشت در خانه میذاشتن تو کوچه که همه بدونن که از این خانه کسی فوت کرده. این کارم به خانه پدر ما تو کوچه دروازه نو شد. 30 ساعت از این جریان گذشت.
30 ساعت. بعد دیدم 2 تا بچه سید دارن وضو میگیرن. رفتم خدمت اینا گفتم که آقا ما رو نجات بدن از اینجا. گفتن که برو از اونا نجات بگیر. برگشتم دیدم 2 تا آقا که یکی نشسته یکی برپا هستن. گفتم کیان؟ گفتن جدم موسی بن جعفر جدم امام رضا. که وقت ما رو بردن خدمت آیت الله میلانی گفتن او 2 تا بچه امام عسکری و امام هادی بودن. بعد رفتم خدمت اینا. آقایی که نشسته بود عمامه سرشان سیاه بود، موی رو دوششان سیاه بود، ریششان هم سیاه سفید بود، دست کشیدن اینطوری به بدنم. آقایی که برپا بودن که ریششان سیاه بود، یکی سرشان سبز بود، یکی هم قهوه‌ای بود، یه خال خوشگلی هم اینجا داشتن که همون خال خوشگل مورد تایید آیت الله میلانی شد که دستور دادن نقارخانه زدن. بعد یه چیزای آوردن اینا ریختن تو یخم، ریخت رو زمین مثل توت خشک. من مشغول جمع کردن اینا شدم. یه چیز دیگه هم آقا دادن گفتن اینو پوستش آب بده آب ببره. اینا غیب شدن. اجا روح وارد بدن شد. کی بدن مور دستام واکت، پاهام واکت، چیکار از زیر یخا آمدم خلاصه بیرون، ولی هیچ برام نبود. لخت مادرزادان ای توی هم ظلمات اینجوری چیز میکردم که کسی رو پیدا کنم. دستم خورد به صورت یکی دیگه، دستم به صورت سومی که خورد وحشتم ورداد. جخ کشیدم 2 مرتبه افتادم رو زمین. یعنی چند تا مرده تو سردخونه بود؟ بله. بعد که برای بار دوم حضرت رضا آمدن اونجا روشن بود، به غیر از خودم 5 تا دیگه بود. ما دستم به سومی که خورد افتادم رو زمین. برای بار دوم حضرت رضا تشریف آوردن. با خیلی تغییر گفتم که برای چی ما رو نجات ندادی؟ برای چی ما رو نبردن بیرون؟ دست کردن 1-2 تومن دادن دستم، تو همین دستم گفتن بیا این 2 تومنی که نصب کردی تو زره ما بندازی بنداز، دیگه شکایت ما رو به خواهرم نکن. برای بار دوم از جا حرکت کردم. این محفظه روشن بود. اون محفظه که اوق از ظلمات بود روشن بود. 2 تومن هم توی دستم بود. بعد به غیر از خودم دیدم 5 تا دیگه زیر یخایم. در پیدا، در سردخانه رو دیدم، در قدیمی بود، از این درز داره در. بعد آمدم پشت در صدا زدم که بیان ما رو از اینجا بیارن بیرون. شخصی که شبگرد بیمارستان بود به نام حاج محمد سقی که بعدها مرد تو ایوون اطلاع صحن کهنه دفنش کردن. این از اونجا رد میرم اینا از جای مرده ها سر صدا میاد. آمد گفت چیه؟ گفت ما رو امام رضا شفام داده، ما رو امام رضا خون کرده. گفت یا کلی نداشت یا اجازه نداشت. گفت سر صدا نکن الان میه. من دیگه باستادم هیچ چه نگفتم. بعد چند دقیقه شاید 5 دقیقه 10 دقیقه یکو دیدم از او بر در داره سر صدا میان یک چند نفری و چراغ به دستشان بود، روشنایی چراغ از درز افتاد داخل. وقتی در باز کردن فانوس دستشان داشتن، از این چراغ فانوسی قدیم. ما هم که لباس هیچ برم نبود، خودم انداختم تو بغل یه افراد. کاره قذر و قدر همو حاج محمد سقی ما رو به بغلش گرفت. ما که نمیشناختم، بعدن خودشی که معرف ما رو بردن تو بخش لباس برام کردن. اینا تعریف که کردم ما گفتن 2 تومن بده ما ببینم. یکی دمگوشم مگفت نده، همش دمگوشم مگفت نده. همین دستم مات میکردن و که یک نرمه از 2 تومن ایمده بود اینجا بیرون، همین را این مات میکردن تا هوا روشن شد و آقای دکتر آمد، دکتری که دیروز امضا کرده که ایشان فوت کرده. بعد گفتن خانه تانه بلدی؟ گفتم بله. بعد آمبولانسی داشت بیمارستان و زمان یکی ما رو سوار آمبولانس کردن، خودشم نشست و آمدم ایدگاه.
حالا شما یک عده به پشت در خانه همه میخوان بیان تجهیز جنازه، یکم میرن تو ماشین. خب ببینید چه اتفاقی رخ میده. بعد دکتر شیشه رو داد پایین، گفت ایشان حضرت رضا زندهش کرده، شوخی نیست. اگر میخواین سر صدا بکنین برش میگردنم بیمارستان، مراسم قانونیش که طی شد بعد بیان تحویلش بگیرن. من آوردم که چون امام رضا شفا شده پدر مادرش ببیننش. شخصی به نام حاج محمد سقله که او حالا فامیل بچه ها شده جلیلی فرد هستن تو مشهد، روغن فروشی دارن بعضی هاشون اینا. بله ایشان بزرگ او کوچه بود. او زمان مردم بی صدا گرد آمد و آقای دکتر مردم سر صدا نمیکنن. ما از ماشین آوردن پایین بردن تو خانه. خب تو خانه که خب دیگه سر صدا بگه. دکترم مرتب داره مورد زیر نظر گرفته. حتی خود دکتر بزن گفت 2 تومن بده ببینم، یکی گفت نده، ندادمش. به ایشان هم خیلی تربیت داشت، خیلی با ایمان بود، ناراحت نشد که من گفتم بده ندادمش، ناراحت نشد. بعد پدرم آمد گفت ندادمش، هر که گفت. مادرم که آمد هیچ که دم گوشم نگفت، دادم بزش، ماچ کرد و باز برگردون بزن. این کارا تمام شد. ما رو برگردوندن به بیمارستان که به حساب خبرنگار آمد و عکس و اینا که وقتی زنده شدن تو بیمارستان زنده که میشن میارنشون، لباس تنشون میکنن رو تخت. صبح که دکتر میاد بالینشون میبینه مرده دیروز پریروز زنده شده رو، عکسشون رو اونجا برداشتن. حالا بعداً رفقایی که خواستن درشتش کنند و ببینن، هم عکس های دکتر هست هم عکس ایشون که تو سن 18 سالی. بعد از اونجا ما رو آوردن خانه آیت الله میلانی. آقای میلانی که نشسته بودن به تمام قد حرکت کردن، ما رو به بغلشان گرفتن، پهلوشان نشوندن. این حرفا رو که تعریف کردم بعد تا گفتم خال خوشگل اینجا هست، مورد تایید آیت الله میلانی شد، به دستور زدن نقارخانه رو دادن. بعد مدت گفتم دست دادم به مرده ها، گفت دستور داد که ما رو ببرن حمام، غسل مست میت بدن. بعد 2 تومن که آقا دست راست کرد کسی نگفت، دادمش. اینجا آقای دکتر چیز شد و آقا گفت که آقا از صبحی 2 تومن به هیچ که نمیده و صبح به مادرش داده، الانم به شما، حتی به من نداد. بعد شما ازش بپرسین بره چی. آقا گفت چرا ندید؟ گفتم یکی دم گوشم میگه نده، بره مادرم و شما نگفتم. بعد دکتر نظرش بود که پول رو بگیرم نگه داره، مثلا یکی پول اضافه بده ببرم تو زره بنزه. اما حضرت آیت الله میلانی فرمودن که امام بزه چی گفت؟ گفتم که گفته بگیر این 2 تومن بنداز تو زره. آقای میلانی فرمودن باید همین 2 تومن بره تو زره، نه پول دیگه. رو خودشان 2 تومن نگر داشتن، ما رو فرستادن حمام برای غسل مست میت. لباس عوض کردن آوردنم به خانه. آقا آماده شدن. به اتفاق آقا به اونایی که اون روز اونجا بودن رفتیم حرم. اسمی در اون روز آقا ما را اسمی در صحن نو که حالا صحن آزادیه ایوان اطلاع، آقا اینجوری ما رو تو بغلش گرفت، ما برد دم زره. از دم زره تا دم در اطلاع خدامین اینجوری کوچه با کردن، ما رو آقا برد جلو زره. 2 تومن هم اینجوری تو دستم که بندازم تو زره. 30 سال شاید بیشتر کمتر به زره مونده بود که دستی پیدا شد. 2 تومن را دست ما گرفت که او دست داره فقط ما دیدم و آیت الله میلانی. مردم دیدن 2 تومن رو هوا داره مره تو زره، 2 تومن داره مره تو زره، ولی دست نه. آقا گفت که امام رو دیدی؟ گفتم نه ما دست دیدم. گفت ما هم دست دیدم. افتادن اونجا ماچ کردن، خم شدن، رفتن اون کنار نماز خوندن. بعد اون شب آقا ما رو بردن به خانهشان تا صبح.
نه خودش خوابید نه ما رو مزاش بخواب. تا مقاصم چرت بزنم آب بزنم به صورتم. تا صبح ما رو بیدار نگه داشتن، دعا میخوندن، ماچو میکردن، حرکت میکردن، هی سر به ماچ میکردن. بعد صبح بردنم بیمارستان بره بار دوم، از این اتاق به اتاق بردن مریضا ببینن. بردنم بعدم بردنم به خانه، تعبیرم دادن.